بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمی کند و او را به هلاکت مواجه نمی سازد. کسی که حاجت برادر مسلمانش را برآورده سازد، خداوند متعال حاجت او را رفع خواهد کرد. کسی که مشکلی مسلمان را برطرف سازد، خداوند مشکلی از مشکلات روز قیامتش را برطرف می سازد. و کسی که عیب مسلمان را بپوشاند، خداوند گناهش را در روز قیامت می پوشاند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.